سلام، روزتون بخیر. ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو با دقت ببینید. در بخش اول صحبت ها نمادهای مهم بازار مالی رو با همدیگه مرور میکنیم. در بخش دوم ویدیو مفهوم سل و بای رو با همدیگه مرور میکنیم که مهمترین مطلب در این قسمته. پس با من همراه باشیم. بریم انجامش بدیم. در فارکس، در بازاری که پول کشورها در اون داد و ستد میشه، ما 8 تا ارز مهم داریم. خانم مهندس، یه سوال، اصلا اینا چیه؟ چرا 3 حرفی هن؟ داخل جزوه توضیح دادم. نماد یا سیمبل در بازارهای مالی علامتهای اختصاری هستند که برای دسترسی بهتر کاربران به وجود اومدن. سازمان ایزو بین الملل اینا رو اینطوری نوشته: نمادها معمولاً از ترکیب 3 حرف هستن. تو بورس تهران هم سعی شده همین فرمت استفاده بشه. یورو که خب مشخصه چیه، ارز اتحادیه اروپاست. USD دوستان ببینید 2 تا حرف اول نشان اسم کشوره، حرف سوم نماد پول اون کشوره. USD United States Dollar، GBP Grand British Pound، NZD AUD CHF JPY CAD. به تلفظشون هم دقت کنید. اگه یه روز گفتم من امروز میخوام CAD بخرم، دیگه باید بدونید که منظورم دلار کاناداه. در بازار کامودیتی هم همین علائم وجود داره. XAUSD گلد یا اونس جهانی یا طلا با این نماد نمایش داده میشه. در واقع علائم اختصاری این فلزه. XAJ نماد سیلور یا نقره است. اویل نفت برنت و نفت تگزاس WTI. یادتون باشه اگه خواستید نفت رو معامله کنیم میریم سراغ نفت برنت. توی بازار استاک هم همین علائم اختصاری رو داریم. اپل، مایکروسافت، آمازون، تسلا. در بازار ایندکس نمادهای مهم که طرفداران خاص خودشو داره عبارتند از داو جونز، S&P 500، نزدک، DXY. داو جونز که قدیمی ترین و تاریخی ترین شاخص 30 تا شرکت آمریکاست. S&P 500 میانگین سهام 500 تا شرکت صنعتی مهم آمریکاست. نزدک عملکرد 100 تا شرکت که تو زمینه فناوری و اینترنت فعال هستن. DXY که شاخص دلاره. در بازار کریپتو هم همین استاندارد اختصار نویسی رعایت شده. مثلا نماد بیت کوین BTC، اتریوم میشه ETH. با 8 ارز مهم آشنا شدیم، حالا با 7 نماد مهم داخل مارکت واچ آشنا میشیم. عبارتند از یورو USD، GBP USD، AUD USD، NZD USD، USD CHF، USD CAD، USD JPY. 7 جفت ارز مهم این بازار هستند. معنی یورو USD ارزش ارز یورو در مقابل ارز دلار با هم داد و ستد میشه. با موس روی هر کدوم از این نمادها بیستیم برامون مینویسه که در واقع ترکیب چه اسمایی هست. داخل تریدینگ ویو هم باز به همین صورته. ادامه بدم. در جفت ارز یورو USD ارزش 1 یورو تقسیم بر ارزش 1 USD شده. به خاطر استاندارد در علائم اختصاری علامت تقسیم نوشته نمیشه. گویا این بوده یورو تقسیم بر USD. درسته، مثل تقسیم های دوران راهنمایی
هر ستای اینا یه مفهوم و معنا رو دارن. این مقدمه رو داشته باشید. ما 2 محور روی نمودار داریم. یکی اینجا محور قیمت، یکی هم اینجا محور زمان. الان بیت کوین داره رو قیمت $66,000 معامله میشه و این طرفم تاریخو داریم 19 دسامبر. ریاضی دوران راهنمایی رو به خاطر بیار. رابطه صورت و مخرج در تقسیم و نمایش در محور X و Y اگه صورت یک تقسیم بزرگ بشه، قوی بشه، باید نقطه‌ای روی محور نشون بدیم که داره به سمت بالا حرکت میکنه. همچنین در تقسیم 2 عدد وقتی که مخرج تقسیم قوی بشه باید نقطه‌ای رو روی محورها نشون بدیم که داره به سمت پایین حرکت میکنه. اگه یادتون رفته من الان دارم یادآوری میکنم. در یک تقسیم اگر صورت قوی بشه جواب تقسیم بزرگ میشه و برای نمایش جواب در محور X و Y میبایست نقطه‌ای رو نشون بدیم که داره به سمت بالا حرکت میکنه. همچنین در یک تقسیم اگر مخرج ما قوی بشه در محور X و Y باید نقطه‌ای رو انتخاب کنیم که داره به سمت پایین حرکت میکنه. این مقدمه دومم داشته باشید. ببینید دوستان، ما به عنوان تریدر هدفمون از ورود به بازار بورس اینه که نمادی رو که ارزونه بخریم و وقتی گرون میشه بفروشیم و سود کنیم. اگه تحلیل ما این بود که صورت یک جفت نماد از الان به بعد میخواد گرون بشه، ما باید اونو بخریم. اصطلاحاً بذاریم جیبمون، گرون که شد بفروشیم و سود کنیم. برای انجامش در متا تریدر باید دکمه بای رو بزنیم. ببینید اینجا 2 دکمه وجود داره. در تریدینگ ویو هم به همین صورته، بای و سل. اگه تحلیل و آنالیز شما این فرمی بود که صورت یه نماد میخواد گرون بشه باید دکمه بای رو بزنیم تا بروکر متوجه بشه که ما بین این 2 نماد، بین این 2 ارز، بین این 2 کالا قصد خرید کدوم یکی رو داریم. بروکر اون رو براتون بخره و در آینده وقتی گرون شد مجدد به بروکر دستور فروش میدیم و اختلاف قیمت خرید و فروش رو به عنوان سود دریافت میکنیم. پس دکمه بای برای خرید نماد اول در نظر گرفته شده. نکته اصلی اینجاست. اگه متوجه شدیم که اون ارز دوم میخواد قوی بشه چه کار باید بکنیم؟ چه دستوری به بروکر بدیم؟ از لحاظ ریاضی اگه دومی قوی بشه یعنی مخرج تقسیم بزرگ شده. نشانش هم اینه که قیمت در نمودار شروع میکنه به سمت پایین حرکت کردن. برگردیم سراغ دکمه خرید و فروش. در شرایط فعلی ارز دوم، نماد دوم، سیمبل دوم میخواد قوی بشه. خب باز شما به عنوان تریدر باید اونو بخرید، بذارید تو جیبتون، گرون که شد بفروشیدش و سود کنید. این کار رو با زدن دکمه سل انجام میدیم. شاید براتون این سوال پیش بیاد که خانم مهندس، سل توی دیکشنری و فرهنگ لغت یعنی فروش، اینجا یعنی داریم میفروشیم؟ ما که چیزی نداریم بفروشیم. جواب دوست من، سل یه اصطلاح برای خرید مخرج همین. باز سوال میکنی خانم مهندس وقتی قیمت داره ارزون میشه، نمودار داره میریزه، ما چه شکلی سود کنیم؟ یاد روابط تقسیم در علم ریاضی بیفتید. وقتی مخرج یه تقسیم بزرگ میشه جواب کل کوچیک میشه. علت حرکت به سمت پایین در نمودار قوی شدن مخرجه. ما با کلیک کردن روی دکمه سل ارز دومو میخریمش، میذاریمش جیبمون که هرچی بیشتر ریخت قوی تر شد و نمودار رو نزولی تر کرد بیشتر سود کنیم. لطفاً کلمه سل رو اینجا به معنی خریدن مخرج تعریف کنید.
با این نگاه، با این تعریف الان نمودار رو ببینید تا با یه پتانسیل خیلی خوب تو این بازار بیشتر آشنا بشید. اگه اینجا در قیمت 59,000 اگر تشخیص میدادید باز قیمت بیت کوین میخواد بریزه، میرفتیم سلو میزدیم. وقتی قیمت میرسید به مرز 53,000 دلار کلوز میکردیم. شما اندازه 6,000 دلار سود میکردید. بله میدونم آقا تو بازار فیزیکی اینطوری نیست. وقتی ماشین ارزون میشه به معنی ضرره. اینجا بازار مالیه. ما در یک نمودار همیشه 2 تا کالا میتونیم بخریم. در این نمودار بین 2 تا کالای بیت کوین و تتر میتونیم یکی رو انتخاب کنیم و بخریم. اگه به این نتیجه رسیدید که بیت کوین میخواد گرون بشه، مثل این قسمت های نمودار، جاهایی که نمودار داره به سمت بالا حرکت میکنه، موقعی که بازار داره با رنگ سبز به سمت بالا حرکت میکنه، یعنی صورت تقسیم ما گرون شده. خوش به حال کسایی که اینجا بای زدن. کسی که اینجا بای زده و ایستاده و ایستاده و ایستاده اینجا فروخته کلی سود کرده. هنر ما سبک متفاوت تحلیل کردنمونه. در آینده نزدیک در موردش کلی صحبت میکنم.